زدی برگرد، برچی با این ماشین اومدی دنبالم؟ خب تعارفم کردی، ولی میدونستم تو هم اهل برگشتن نیستی. گفتم بیاین تو راه یه چیزایی نشونت بدم. ببینیم. Ödenge بدنه. این مال کیه؟ دیروز حدود 12 ساعت طول کشید تا کشف رمز بشه. پس پایین حساب تا فردا میرسه. به امید خدا. همه چی آماده است؟ تلاشمون میکردیم که آماده بشه. او تصویرانه بودنه. یکی از خونه‌های تروریست هاست که فعالیتشون بیشتر از خونه‌های تحت نظر ماست. روبروش هم یه ساختمونه در حال ساخته که ما توش مستقریم. چند نفرن تو خونه؟ عکس و مشخصات 7 نفر که به ترتیب طی 2 هفته وارد خونه شدن. ایرانی، عراقی، اروپایی، ابو عامر عربستانی هم که اگه از راه برسه احتمالاً کارشون شروع کنه. عکسی ابو عامریانه. ابو عامر حنیفه، اهل عربستان. خدمت شما. او اکسلت شهده. یکی از منابع تو سفر حج گرفته. 3 تا جلیقه انفجاری، 6 تا کلاش، شاید 12 تا نارنجک، 10 قبض سلاح کمری و حداقل 600 میلیون تومان پول نقد تو خونه است. شنودای سوژه ها رو رندام بذار گوش کنم. ضمناً یه سری لباس کارگری هم هست که باید بپوشی. مطمئنم با این سروز نمیتونیم جلوی دیدبان تروریستا وارد خونه مراقبت بشیم. من مشکل ندارم، تو چی کار میکنی با این تیپت؟ من مهندس ناظرم دیگه. بذار بشنویم. بایدن بجوی دیگه.